تا حالا شده بخواید برنامه نویسی رو شروع کنید و ندونید از کجا باید شروع کنید، یا اینکه اصلا خودتون بپرسید برای اینکه برنامه نویس خوبی بشم باید یه زبون برنامه نویسی رو بلد باشم یا اینکه باید چند تا زبون مختلف رو یاد بگیرم؟ اگه این سوالا برای شما هم پیش اومده، این ویدیو برای توه. درود دوستان، من محمد تقی نژادم و اینجا کانال یوتیوب گیکتوره. دوستان توی این ویدیو میخوایم با همدیگه خیلی ساده در مورد این صحبت بکنیم که آیا برای اینکه یه برنامه نویس خوب بشیم نیاز داریم چند تا زبون برنامه نویسی یاد بگیریم یا یه دونه زبون رو خیلی خوب یاد بگیریم، یا اینکه اصلا برای اینکه برنامه نویس بشم باید چه مسیری رو طی بکنم، چه مسیری منو میتونه بهتر و چه زمانبندی منو بهتر به هدفم که ورود به بازار کاره برسونه. پس برای اینکه به پاسخ این سوالا برسید تا انتهای این ویدیو منو همراهی بکنید. ببینید دوستان، در حقیقت دو تا رویکرد متفاوت داریم در مورد برنامه نویس شدن و اینکه یه برنامه نویس موفق باید در حقیقت یه زبان برنامه نویسی رو خیلی عمیق یاد بگیره یا اینکه توی چند تا زبان برنامه نویسی دستی توی کار داشته باشه. به نظر من حقیقتا هر کدوم مزایا و معایب خودشو داره و کاملا این بسته به شرایط شماست که یه زبان بلد باشین یا چند تا زبان. به عنوان مثال اگه شما برنامه نویس تازه کاری هستید که میخواین تازه برنامه نویسی رو یاد بگیرید، خب طبیعتاً به شما توصیه نمی کنم که برید چند تا زبان مختلف رو ببینید و از اون چند تا زبان چیزای جدید یاد بگیرید. این باعث سردرگم شدن شما میشه، کاملا گیج میشید توی این زبونا که کدومش مناسبه، الان چی شد، چی به چیه. ولی اگه برنامه نویسی بودین که قبلا با یه فریمورک با یه زبونی کار کرده بودید، به فریمورکاش مسلط بودید، اینکه فریمورک چیه رو فعلا در نظر نگیرید. اصلا ما تمام چیزایی که میگیم و تحت عنوان زبان میگیم چون باید یه بک‌گراند نالجی از فریمورک داشته باشید. بعدن یه ویدیو شاید رکورد کنم در مورد فریمورک ها. شاید اگر اون زبون رو بلد باشید، چند تا از فریمورکاش رو بدونید، اون وقت بهتون میشه توصیه کرد که خب شما به مهارت لازم رسیدید که یه زبون دیگر رو یاد بگیرید. مزایا و معایب زبان‌های برنامه نویسی میتونه چی باشه؟ ببینید، مثلا ما اولین قدمی که داریم اینه که خب بیایم انتخاب کنیم میخوایم توی چه مسیری قدم برداریم. این خیلی مهمه. در مورد این مسیر، انتخاب مسیر، من یه ویدیوی دیگه رکورد کردم قبل از این، اون رو حتما براتون پین میکنم که ببینیدش. اما برای اینکه پیدا بکنیم چه مسیری برامون مناسبه، به عنوان مثال من آدمیم که دوست دارم تو حوزه وب قدم بردارم و مسیر برنامه نویس وب شدن رو یاد بگیرم. برای این کار خب یه حداقل هایی وجود داره. مثلا من باید زبان نشانه گذاری HTML بدونم، مثلا من باید CSS بلد باشم، جاوا اسکریپت رو باید زبان برنامه نویسیشو بدونم و یه سری ابزارهای دیگه. یا مثلا من میخوام به حوزه داده ها و هوش مصنوعی علاقه دارم، خب توی این حوزه میتونم از پایتون کمک بگیرم. یا مثلا من به برنامه نویسی موبایل علاقه دارم، برای اینکه برنامه نویس موبایل بشم خب یه سری ابزارها میتونم به من، یه سری تولزها به من کمک بکنن. مثلا من میتونم برم فلاتر یاد بگیرم یا مثلا حتی ریاکت نیتیو یاد بگیرم، اینا میتونن به هم کمک بکنن. یا مثلا علاقه من به صنعت بازی سازیه، برای گیمینگ مثلا میتونم یه چیزی مثل Unreal Engine یاد بگیرم یا یونیتی یاد بگیرم. اینا مثلا چیزایی هستن که میتونن کمک کنن. اول پس ما میایم متوجه میشیم و تشخیص میدیم که کدوم حوزه مورد علاقه ماست. همونطوری که تو اون ویدیویی که بهتون گفتم هم اشاره کردم. ببینید دوستان، از شکست خوردن نترسید. میریم تست میکنیم، میبینیم اصلا اونجوری که فکر میکردیم نبود و برمیگردیم. برای برنامه نویس شدن باید زمان بذاریم و خواهشاً هم به این به قولی
تیترای تامنیل گونه یوتیوبی یا جاهای دیگه میبینید برنامه نویسی در 5 روز، در 1 ساعت، در 2 ساعت، اینا توجه نکنید. برای اینکه برنامه نویس بشید باید زمان بذارید دوستان، و این زمان هم زمان 1 هفته و 10 روز نیست. شما توی برنامه نویسی همواره در حال یادگیری هستین و به نظرم حداقل شما باید یه زمان، باز بستگی به لول و سطح شما داره و اینکه میزان یادگیری آدم‌ها با هم متفاوته. برای اینکه برنامه نویس بشید یه بازه زمانی حداقل 6 ماه رو شما در نظر بگیرید. 3 تا 6 ماه زمان نیاز واقعا برای اینکه بتونیم به یه مرحله خوب برسیم. مرحله دوم کارهایی که باید انجام بدیم دوستان اینه که ما بعد از انتخاب مسیر میریم یه 3 ماه 6 ماه زمان میذاریم. شروع میکنیم اولا تمام موضوعاتی که میتونه به ما کمک بکنه رو لیست میکنیم و یه سایتی هم معرفی کرده بودم بهتون به اسم roadmap.sh. یکی از جایی که مثلا میتونه کمکتون بکنه همونه. دومین چیزی که میتونه کمکتون بکنه سرچ، واقعا سرچ زیاد و اینکه تو دوره‌های مختلف مقایسه کنید ببینید چیزایی که ثابته چیان. مثلا برای یادگیری همه زبان‌های برنامه‌نویسی شما یه سری حداقل‌ها رو باید بدونید. مثلا اینکه وریبل‌ها چی ان، کاندیشنال‌ها چه شکلی ان، لوپ چیه، چجوری باید استفاده کرد. اینا رو دیگه حداقلاست دیگه، مفاهیم کاملا بیسیکه. بعد از اینکه اینا رو متوجه شدید و یاد گرفتید و به صورت تئوری مطالعه کردین، دوستان تئوری مطالعه کردن لای پرانتز بگم خوبه ولی همه چیز نیست. هر چیزی که تئوریشو یاد میگیرید لطفاً بلا فاصله پروژه حل کنید. برید پروژه، مثلا من میدونم وریبل‌ها چی ان، بیام یه چند تا وریبل تعریف بکنم عملاً ببینم که واقعا فهمیدمشون، تایپ ها رو فهمیدم، متوجه شدم که چی ان. با این پروژه هاست که شما میتونید مسیر درستی رو ازش بگذرید و یاد بگیرید. کار دیگه ای که باید بکنید دوستان اینه که به قولی بعد اینکه پروژه ها رو انجام دادید برید یه تعدادی کانسپت رو یاد بگیرید. بعد اینکه کانسپت ها رو یاد گرفتید یه مینی پروژه برای خودتون تعریف کنید. مثلا بیاین چه میدونم یه دفترچه تلفن بزنید، بیاید یه تو دو لیست پیاده کنید. آیا اینجا ما برنامه نویس شدیم؟ نه، قطعا اینجا ما میتونیم یه سری مفاهیم پایه رو یعنی میدونیمشون و میتونیم یه کارهای کوچیکی انجام بدیم، ولی با مینی پروژه هم شما به اون سطح مناسب نرسیدید. صرفاً با این مینی پروژه ها شما توانایی حل مسئله‌تون رو بیشتر میکنید، یه سری خطا رو دوچارش میشید و باید برید یاد بگیرید اون خطاها رو فیکس بکنید، یعنی باگ فیکس دارید و کارهای این شکلی. کی ما میتونیم بریم سراغ این که اون زبان رو ول کنیم، حالا بریم سراغ مثلا فریم ورکاش؟ زمانی که شما مثلا توسعه وب رو مسیر ایدئالتون دونستید، HTML یاد گرفتید، CSS یاد گرفتید، جاوا اسکریپت یاد گرفتید، مثلا با HTML CSS شما نشستید یه به قولی صفحه وبسایتی رو طراحی کردین و بدون اینکه داینامیک باشه، صرفا دکمه ها سر جاشون بودن، نمیدونم بنرتون سر جاش بود. بعد از اینکه اینا رو یاد گرفتین تازه میتونید برید سراغ جاوا اسکریپت. اون صفحه‌ای که زده بودین رو حالا میکنیدش چند تا صفحه و اون چند تا صفحه رو به هم مرتبط میکنید، کاری میکنید. مثلا چه میدونم یه وبسایتی یا وب پیجی زده بودید که مثل دیجیکالا بود، مثلا شما میرفتین توی شاپش یه تعدادی به قولی جنس رو اضافه میکردین به شاپ، بعد خریدتون رو انجام میدادید. برای اینکه با جاوا اسکریپت کار کنید تمام این کارهای داینامیک شده رو باید انجام بدید. مثلا من کلیک میکنم روی باتن، یه چیزی اضافه میشه به شاپ، بعد میرم توی شاپ پرداخت رو میزنم، این محاسبه میکنه مثلا من 10 تا کالا زدم، قیمت هر کدوم چقدر بوده، اون مجموعاً چقدر میشه، چقدر مالیات اضافه میشه، چقدر پیک اضافه میشه. این کارهای این شکلی رو انجام میدید و اینجا متوجه میشید که شما مثلا 1 ماه 2 ماه اومدین با این زبان کار کردید، 6 ماه دارید با این زبان کار میکنید، حالا هر چقدر که
بنا به سطح شما نیاز باشه دیگه. بعد از اینکه این رو عبور کردین ازش و تونستید یه پروژه واقعی، تاکید میکنم یه پروژه واقعی رو تونستید بیارید بالا، اون موقع مثلا میتونید برید سراغ یه چیزی مثل ریاکت، یه لایبرری مثل ریاکت، یا یه فریمورکی مثل ویو، یا یه فریمورکی مثل انگولار. توی این زمانه که بهتره شما مایگریت بکنید و اینکه فریمورک ها رو یاد بگیرید. برای زبانهای دیگه هم همین شکلیه دوستان. تا زمانی که یه پروژه واقعی رو 0 تا 100 نتونستید خودتون بیارید بالا، پیشنهادم اینه که این کارو نکنید و اصلا پیشنهادم اینه که اول با یه پروژه واقعی شروع نکنید، مرحله به مرحله. پروژه های چند خطی، مینی پروژه‌ای که مثلا یه تودو لیسته یا یه دفترچه تلفنه، بعد از اون میرید سراغ یه پروژه تک صفحه‌ای، بعد یه پروژه جامع وبسایت. اونم مثلا برای پروژه جامع وبسایت یا پروژه اولیتون پیشنهاد میکنم سراغ یه چیزی مثل دیجیکالا نرید. یه وبسایت مثلا رزومه برای خودتون بنویسید، پشت بندش یه وبسایت شرکتی بنویسید و همینجوری اینو بزرگترش بکنید. پس اینم شد این پاسخ این سوال که چجوری باید این برنامه نویسیه رو تو خودمون بهترش کنیم و گسترش بدیم و یادش بگیریم. و در اون سوال اولم همونطوری که بهتون گفتم، اینکه شما یه زبون یاد بگیرید یا چند تا زبون کاملا بستگی به شرایط شما داره و اینکه شما تو چه سطحی هستید. اما توصیه خود من اینه که یه دریا به عمق 1 متر نشید. چند تا زبون مختلف رو شما بلدین و توی هیچ کدوم عمیق نیستید. یه زبون رو عمیق بشید، بدونید 0 تا 100ش چیه. حالا 0 تا 100 هم روش صحبت داریم، ولی توی اون زبون عمیق باشید. درسته ممکنه انعطاف پذیریتون بیاد پایین، اما عمیق بودن توی اون زبون جبران میکنه خیلی از چیزا رو. بعد که عمیق شدید برید سراغ زبون دوم، سراغ زبون بعدی. اینم از جواب این سوال. دوستان خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. خیلی به من کمک میکنید اگه این کارهایی که گفتم رو انجام بدید و ویدیو رو با دوستاتون شیر بکنید. اینجوری به من انرژی میدید، انگیزه میدید که ویدیوهای بعدی رو بسازم. و اگه این ویدیو رو دوست داشتید خیلی ممنون میشم این ویدیو رو شیر کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.